سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و خوش باشین و ما بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما دوستای عزیز قرار گرفتیم. از شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد تمرین نوت‌های راگ بیروی است، امرای تنپوره. دوستای عزیز، تمرین سرها یا نوت‌های موسیقی امرای تنپوره خوبی‌های بسیار خاص خود داره. البته در شروع وقتی که ما نو میخوایم که تمرین نوت‌ها را بکنیم، خوبتر است که امرای یک آله موسیقی تمرین کنیم. اما چرا در اول مهم است؟ به خاطر از اینکه ما هنوز سرها را بلد نیستیم، نوت‌ها در گوش ما آشنا نیست. ضرور است که امرای یک انسترومنت حتما باید تصمایی را تمرین کنیم. اما چند وقت که میگذره ضرور است که ما بدون انسترومنت امرای تنپوره، گرچه که تنپوره هم یک انسترومنت است، اما تنپوره که است فقط یک نوت بر آدم میگه، امو سکیل بگه، امو نوت اول اسکیل برای ما میگه، نوت اولی که ما استفاده میکنیم او را میگه، شروع اسکیل. دیگرایش ما خودمون باید تست بگوییم. این بسیار ضرور است. چرا ضرور است؟ به خاطر از اینکه ما امرای تنپوره صدای خودم میکشیم. وقتی که ما امرای ارمونیا مثلا میخوانیم و ما اول ارمونیا برای ما میگه، در گوش ما میرسانه و مغز ما بازور تکرار میکنیم، ما در زبان میخوانیم، ما زیر تاثیر ارمونیا هستیم و ما باید که یاد بگیریم که ارمونیا زیر تاثیر ما باشه. یعنی ارمونیا باید که برای ما دیکته نکنه، ما برش باید تست بکنیم. و این در حقیقت اگر ما پشت ارمونیا بریم، ما دیگه صدای خود نمیکشیم، صدای ارمونیا را میکشیم از گلونی خود ما. باید که امی آله موسیقی که در گلونی ما هست این خودش باشه، صدای خود داشته باشه. این نباید که صدای ارمونیا را تعقیب بکنه، عین صدای ارمونیا را باید اما از گلونی ما بکشیم. نه، ما باید صدای خود ما را داشته باشیم. از این خاطر بسیار ضرور است که ما امرای تنپوره تمرین صدا کنیم که تا ما صدای امو شخصی خود ما را از گلون خود بکشیم و این بسیار زیباست. خب دوستای عزیز، ما امروز تمرین نوت ها را امرای تنپوره که تنپوره الکترونیکی است که شما میتونیم که یکی از اپ‌ها را دانلود کنین، امرای تمرین کنین و ما امین نوت‌های راگ بیروی امرای تنپوره ما اینجا تمرین میکنیم. و تمرین ما چه قسم تمرین میکنیم و اگه شما خواسته باشین مثل ما تمرین میکنیم یا هر رقمی که خودتان میگیرین، ما فقط تجربه خود برای شما میگم. من استاد موسیقی نیستم دوستای عزیز، فقط من اما چیزی که ما تجربه میکنم روزانه او را میخوایم که برای شما شیر کنم و کسایی که میخواین یاد بگیرن اونا آزاد هستن و چانس خوب برشان میخوایم. ما قسم تمرین میکنیم که اول امو راگ امرای ارمونیا یک چند بار تمرینش میکنم تا که امو سرا در مغز ما بشینه. یعنی امو راگ که ما را میخوانم سرایش ما ثبت کنم پیش خود. بعد از او باز تنپوره را روشن میکنم و امرای تنپوره میره تمرین میکنم. برین یک جای دوستای عزیز خیلی شروع میکنیم. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما پا ری سا. خب دوستای عزیز، ما آلی که ثبت شد در مغز ما، شما چند دفعه تمرین کنین هر چقدری که به مغزتون ثبت میشه. بعد از او امرای تنپوره، دوستای عزیز تنپوره ما امی فعلا نیفهم اپلیکیشن کار نمیده. ما تنپوره است و میتونیم امرای ارمونیا هم امی عین کار تنپوره را کنیم. یعنی ما چون از سی میخوانم همینجا نوت سی را فشار داده، بک‌گراوند امی تنپوره است که از سی اسکیل است. این امی تنپوره است دیگه. من امرای ازی تمرین میکنم. سا ری
تمرین دیگه. ساری سکا ریکا ریما گما گپا مپا مدا پدا پنی دنی دسا سنی سدا نیدا نیپا دپا دما پما پگا مگا مره گری گسا Da
دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیو امروز ما. یک تمرین بسیار ساده برای شروع کار ما و البته بسیار ساده اما بسیار مفید. ما همینطور شروع میکنیم و در قسمت های دیگه، قسمت اولش بود ما تمرین امروی تنپوره زیادتر می داشته باشیم در چندین ویدیوها تا که ما بتونیم که امین نوت ها را تمرین کنیم با صدای خود ما. خدا کنه که یک ویدیو موفق بوده باشه دوستای عزیز و ما تانسته باشیم که از یک دیگه خود چیزای نو یاد بگیریم. بسیار تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین و لایک و سابسکرایب و شیر لطفاً فراموشتان نشه. تا هفته آینده شما دوستای بسیار نازنین به خدا میسپارم. بای بای.